президенти امریکا جو بایدن روز 21 ایول سال 2024 بالاخره به دعوت‌ها گوش داد و 4 ماه پیش از انتخابات جدید ریاست جمهوری از ادامه مبارزه با دونالد ترامپ برای باش 4 سال دیگر ریاست برابر قدرت از همه بزرگ دنیا دست کشید. بایدن 81 ساله تا یک ماه اخیر بخصوص در پی بر ترامپ باختن نخستین بحث انتخاباتی و در محضر اون پرزیدنت پوتین نام بردن پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از جانب همزبانش تحت فشار شدید قرار داشت. همسنگران به توان بایدن برای پیروزی بر ترامپ در انتخابات ماه نوامبر شبهه پیدا کردند. بایدن در آغاز از پس کشیدن نامزدیش سرکشی کرد، ولی وضع او را گرفتاری به کرونا ویروس خراب کرد، چون که بایدن در عین اوج کارزار انتخاباتیش مجبور شد که معرکه انتخاباتی را قطع کرده خود را تا بابت ویروسش در انزوا قرار بدهد. بایدن روز 21 ایول در اظهاراتش در شبکه ایکس یا توییتر نوشت که خدمت به مردم امریکا باعث پرزیدنت برایش شرف بزرگ است و او میخواست که در انتخابات اشتراک کند، ولی به خاطر منفعت‌های حزب دموکرات و کشور باید از اشتراک در معرکت دست بکشد، ولی تا پایان دوره ریاستش در مقام میماند. مهلت پرزیدنتی بایدن ماه ژانویه سال 2025 به پایان میرسد. این تصمیم بایدن به سابقه برجسته سیاسی او نقطه تمد میگذارد. او 8 سال در دوران باراک اوباما نایب پرزیدنت بود و سال 2020 در انتخابات ترامپ را شکست داد. 4 سال پرزیدنتی بایدن با رشد اقتصادی امریکا، بازگشت امریکا به محور سیاسی بین المللی و پشتیبانیش از مقابلت اوکراین به جنگ روسیه و در این زمان به داغ شدن مسئله مهاجرت در امریکا در یادها میماند. بایدن در اظهاراتش به نایب پرزیدنت کامالا هاریس اظهار سپاس کرد. او را همکار فوق‌العاده نامید. کامالا هاریس دختر مهاجران و پروکورور سابق کالیفرنیا که او را باراک اوبامای یوبکپوش نیز مینامند، اکنون به نامزد احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات ماه نوامبر تبدیل می‌یابد. انجمن جمهوری‌خواهان علیه ترامپ را همچون نامزد نهایی این حزب تصدیق کرده است. انجمن حزب دموکرات‌ها یک ماه بعد از 19 تا 22 آگوست در چیکاگو دایر می‌شود. نامزد اساسی دموکرات‌ها کامالا هاریس است، ولی چند داوطلب دیگر از جمله والیان ایالت‌های کالیفرنیا، میچیگان و ایلینویس، گیوین نیوس، گریچن ویتمر و جی بریتکر و باز چند تن دیگر نیز میتوانند به هاریس در این راه هنوز رقابت نشان بدهند. کامالا هاریس در تاریخ ایالت کالیفرنیا نخستین زن سیاه‌پوستی است که دادستان حوزه و دادستان کل این ایالت انتخاب شد. او همچنین نخستین وکیل هنتبار سنات از کالیفرنیا، نخستین نایب پرزیدنت امریکا از بین زنان سیاه‌پوستان و هنتباران بوده. اینک میتواند در صورت تصدیق نامزدیش نخستین نامزد به پرزیدنتی امریکا از میان زنان سیاه‌پوستان و هنتباران و در صورت پیروزیش بر ترامپ نخستین پرزیدنت امریکا از بین این طایفه اهالی ایالات متحده امریکا شود.